بچه ها، ما داریم میریم GTA ساندرس انجام بدیم و میبینین الان داریم میریم GTA ساندرس. اینه خب بچه ها، GTA ساندرس اینه بچه ها. این پرطرفدارترین شغل GTA ساندرس، خیلی پول میتونیم باش در بیارین. الان من میام یه مسافر باش میبرم، نگاه کنین 2 تا مسافر 200,000 تومن، یکی 50,000 تومن و وقتیه. هنوز نرسیدیم بچه، داریم میرسیم و خب ما الان آمدیم اینجا. بچه ببخشید من، ولی بچه ها قیمتشو بهتون بگم. 2 طرفدار 200، 2 مسافر 200، یکی 50,000 تومن. هی بیشتر ببنیم بیشتر پول بهتون میده. ها این هم بود از ویدیو ما. حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره و دو هم لایک کنین. خدا نگهدار شما.